چیکار میکنی؟ برو کنار آلیس، برو کنار. آخه آدم نفهم 250,000 دلار ورزشی کردی تو چمدون قاچاق کردی. چرا مثل ساسن ندادی به صرافی تو سان پائولو؟ برای اولین بار تو زندگیم حماقت کردم. برای اولین بار بهرام؟ بله. تو قاطی حماقتات یه دقایقی زندگی هم میکنی. باز کنین دیگه. حالا کجا گذاشتی دلار رو؟ لای کویلو. چی؟ یکی بهم گفت داری میری فرودگاه دلارا رو بذار لای کتاب. رفتم کتاب فروشی کتاب پائولو کویلو گرفتم گذاشتم لای کویلو. بقیه‌اش هم گذاشتم لای سعدی. گلستانش یادگار بابام بود. کشم دادی. تو چرا انقدر احمقی بیشعور؟ میدونی اگه تو رو با این دلارا بگیرن اعدامت میکنن؟ فکر می‌کنی من به فکر خودمم؟ من به فکر شمام، به فکر تو آلیس. چرا به فکر مایی؟ تو اون چمدون عکس دست جمعی ماست بگیرن تو رو هم اعدام میکنن بدبخت اینم اعدام میکنن. زود میری از تو چمدون عکس‌ها رو برمی‌داری پاره می‌کنی. یا برو عکس‌ها رو پاره کنم اون یادگاری اونو تنها راه ارتباطی من و لارا و بچه‌مون پارهش کنم. بازم لارا؟ ای به گور پدر تو لارا اون بچه سیاد کردن. چته تو از اولش هم به رابطه من و لارا استادت می‌کردی. قرشه بابا. عزیزم کمکش نمی‌کنی؟ نه. جهنم. عزیزم کمکش نمی‌کنی؟ پلیز. کیفتم بذار خون. آی بچم. آخ بچم درد میکنه. آخه میفهمم. آره دیگه. این که برزیل حامله نبوده. برزیل تا اینجا چجوری؟ زر نزن نقشه است. به خاطر پرواز طولانی عزیزم. الان میریم خونه استراحت می‌کنیم. بارداره. سرگیجه دارم. آره آب شدی. عزیزم بچه مسئول مشترک ایران برزیل. وای شک کرد. سلام علیکم. مخلص همه فوتبالیستا. آقامون ساسان کریمی خیلی چاکریم. من نوکرتم. من شناختی. کی که شما رو نشناسه آقا یه سلفی با هم بگیریم. من نوکرتم. بابا میخوای من بگیرم یا میخوای اصلا اینو ببرم؟ بریم معطل نشید. بفرمایید. آقا شما نری آقا بذار تو دستگاه آقا. بذار تو دستگاه. خانم بذار تو دستگاه. کجا میری شما؟ بیا عقب. بفهم. بگی داداش بگی. خیلی نوکر. دمت گرم که منو شناختی. قربونت برم من خیلی چاکرم. خسته نباشید ولی ما چیزی نداشتیم. ممنونم. آقا یه لحظه صبر کن. چند تا کتاب توی چمدونه. فکر کنم ارز داخلش جاسازی شده. من ارزی ندارم. تمام سوغاتیای من بیسکویت بود. مشکوکه. لطفاً چمدونتون رو وا کنید. اشتباه می‌کنین. آقا بفرمایید چمدونتون رو اشتباه باز کن چمدونتو. آخه ای وای. این چه قیافه‌ای درست کردی؟ وای چقدر بوی بابامو میدی واقعا. بیشعور. من پدرت رول شدم. ساسان بابا. تو بیا. خیلی دوست داشتم بریم بابا. آلیس مای فادر. من فکر کردم عکس رو فتوشاپ می‌کنی به خدا میفرستی. البته تو برزیل همه جورش هست. بهرام تجربهشو داشته ولی من خوشگل و با اخلاقش انتخاب کردم. سلیقت مثل بابای خدا بیامرز تو زن حرف نداره. من خیلی دلم میخواست ببینم متسوری جون. میشه مادر صداتون کنم؟ بله که میشه. تو بیا. بیا قربون شکلت. بازی رو خوب بلده. نگاه کن تو رو خدا با این مغنه انگار بخواد اخبار 23 بگه. 23. ساسان آلیسه. بله. آلیس به سرزمین عجایب خوش آمدی. دلم خدا شده لک زد برای این جوکات. جوک بودیم؟ دیر شده من ماشین جای بعدی گذاشتم. بریم. بفرم. آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. به حول قوه الهی خوشبختانه علی رغم تمام تفاوت‌های فرهنگی وجود ما موفق شدیم به همه اهداف متوجه برسیم. با توجه به مشکلاتی که وجود داشت نقطه نظر و اشتراکاتی تونستیم پیدا کنیم. دوستان پیش از ما خب زمینه‌های مشترکی پیدا یک سفر رویایی با گاو قرمز. و دو شب. بیا. جا نمونه. بده آقا بابا. بابا چه شما نه. بله بده. ماما جان تو چرا اومدی جلو نشستی؟ بیا عقب زشته. زش رفتار توه، زش کردار توه، زش حرف توه. این همه سال خارج بودی هنوز گیر عقب جلویی. بابا چه بیا عقب. این تلگرام فیلتره وا نمیشه. نمیشه بابا. نمیشه ایرانی پیدا میکنم باش عکس میگیرم میفرستم برای لارا. بی خیال بابا بیا بریم دیر شد. بیا.
خانم ببخشید. یه عکس میشه من یه عکس سلفی میخوام بگیرم. یه عکس سلفی بگی من میخوام بابا میدونی من کیم؟ بابا نکشید. یا خدا دستن باش ولبشوی شد هنو نرسیده. ولبشو رو تو کردی. تو خفه بابا خب بگیرم 6 ماه رفتی خارج اومدی با زن مردم سلفی میگیری. ببینید چه جوری با من صحبت کنید. من به زن مردم چی کار داشتم پدر من الان خودم زن و بچم خارجی ان. من الان سفیر فرهنگی این کشورم دارم با یا ای من ریز بچه نشسته بابک خان ریز تو کن. ولی چه کتکی هردین 3 نفری. شما آلیس تو دیگه ساکت شو دیگه. ولی یه تنه این سگ زده بود. یه بلا نسبتی پدرم به مسکیابیشون عزیزم من از ما رو نجات بده. همین صحبت نباشه صحبت نباشه. لاشی خدا من 30 سالم بعده جلو مردم زشته یه بچه 2 ساله نمیفهم. بله شما راست بله. از کی بعد یاد میگه؟ معلوم است کدوم کشوری رفته. آره کدوم کشور؟ برزیل رفتم. آخه آدم اینقدر ضایع دلار جاساز میکنه، اونم 250,000 دلار. اونی که دلارا رو اینجوری جاساز کرده لای کتاب حتما یه آدم بیشوری بوده، اما اون آدم بیشوره من نیستم. اصلا همه یه دلارا و سوغاتی‌ها برای شما. فقط اجازه بدین من برسم به ساک. بگیر بشین. اگه این مال تو نیست، این شماره بلیت چرا با چمدونت یکیه؟ شما یه جوری حرف میزنین انگاری سلطان دلار منم. البته این روزا سلطان زیاد پیدا میشه. اگه یه ناقص العقلی اومده چمدون جابجا کرده، من چرا باید کارماشو تو این دنیا پس بدم؟ شما سرگرد بخشنامه جدید ادجام سرنگ داده در رابطه با ورود ارز تا 250,000 دلار آزاده. اتفاقا منم 250,000 دلار دارم. پس آزادم.